طول بیا بخور، برو بخور. آفرین بخور. تو به مادرت نگاه نکن، مادرت زین زده شده. سفید برو بخور، منم میرم دیگه. طوله نمون زیر پا. سفید برو بخور، طولتم بخوره. برو سفید، از تو بلاف تو اما به خدا. از صبح به خدا گرفتاری این اما. طوله این یه دونه رو میخوای بیا بخور. آفرین طوله. طوله اینا دیگه بیا طوله ببین. این همه غذاست طوله. بخور. خیلی خوب دوستان، ما بریم. اگه این سفیدم نیافته دنبال من. خیلی خوب. خدا شما شنبه خوبی هم داشته باشین. خدا حافظ. خب درود دوستان، خوب هستین؟ حیف این گردنا به خدا، چه عجب خورد. اصلا من نمیدونم، هرچی گرون قیمت به اینا میدیا نمیخورم. گردن کیلوی 45 تومن نمیخورن، آتاشکال کیلوی 10 تومن 15 تومن همچین حمله میکنن. اسکلت کیلویی 30 تومن 38 تومن نمیخورن. نمیدونم استخون خالی کیلوی 20 تومن همچین حمله میکنن. نمیدونم چه حکایتیه دیگه. الان صبح 3 کیلو گردن شده تقریبا 140 تومن. 3 کیلو یه خورده بیشتر بود. ادا در میارم واسه خوردنش. این صبح ساعت 8 ریختم اینا رو. خب 8 تا نیم موضوع میخوام. 8 تا نیم به این ور چند ساعته؟ بعد بیا برو اون دیگه، برو برو. خیلی خوب برو. بیا 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 گوشتتری بیا. آفرین گوشتتری. چه دفاع میکنه از بچه‌هاش. بچه‌ها به این چه نگاه میکنن. بچه‌ها میگن مادرمون سلطانه. بیا گوشتتری بیا بیا. آفرین گوشتتری بیا. بچه‌ها به این چه مادرشون نگاه میکنن. میگن مادرمون شیره. خیلی خوب خدا از شما دوستان. عزت زیاد. درود دوستان، خوب هستی؟ شنبه غذای اون یکی سگا رو دادم، همشون دارن اونجا میخورن. اینو کشیدم آوردم این بر. یعنی داره ناز میکنه دیگه. سفید جان مادرت بخور، دیره سفید بخور. بیا. نمیدونم من دیگه با این چیکار کنم دیگه. یواش یواش میره این کاراش رو مخه. سفید بخور. کسی نیست اونور. کی از سفید؟ هیچ کس نیست. بخور لطفا. بیا این همه گردن مال تو. بخور. سفید سفید. حالا سفید رفتم آمن. سفید رفتم. بیا بشین بخور. بیا بیا سفید. سفید اصلا جمعش میکنم میبرم بهتم نمیدم. بیا بخور دیگه. بیا بخور سفید. بیا بیا فرید. بخور. اونا همشون خوردن، تو اینجا داری مانور میدی. بیا. یه سی هم واسه خودش میگیره. یه دفعه مثلا حمله میکنه بیور، یعنی من عقابم. بیا بابا بیا سفید. بیا سفید. بیا سفید. بیا سفید. خب فعلا خدا حافظ دوستان. ببینم من چیکار میکنم با این. خدا حافظ شما.